میکنی میدونی چه اتفاقاتی تو فصل 2 میفته اشتباه میکنی. پس با من همراه باش. سلام رفقا، خوش اومدید به چنل فیلم الیکس. من امیرم و در این ویدیو میخوام به فصل 2 سریال لست آف آس همونطور که قول داده بودم بپردازم. در این اپیزود اومدم و فیلم رو به دو بخش تقسیم کردم. یکی معرفی و بررسی نکات سریاله، دومش هم بازیگران و افتخاراتی که کسب کردن. پس با من همراه باش و قبل از اینکه بخوام بریم سراغ ادامه ویدیو خوشحال میشم که چنل من رو سابسکرایب کنی، ویدیو رو لایک کنی و اون رو برای دوستانت به اشتراک بذاری. همچنین دکمه زنگوله رو هم بزنید. امیدوارم که از این اپیزود خوشت بیاد. پس بزن بریم سراغ سریال. There are just some things everyone agrees are just. فصل 2 دقیقاً 5 سال بعد از فصل اول اتفاق میفته. زمانی که الی 19 سالشه و جوئل 54 سالشه. ولی این فقط ظاهر ماجراست. HBO تایید کرده که برخلاف بازی داستان رو از دو دیدگاه موازی روایت میکنه. یکی از دیدگاه الی و یکی از دیدگاه یه شخص دیگه که جلوتر متوجه میشید. قبلش میخوام بگم که نیل دارکمن گفته که اگه سریال فصل اولش راجع به عشق بود، فصل دومش راجع به انتقام و نفرت. Monsters. نکته‌ای که هیچ کجا نشید رو میخوام بهتون بگم. جالبه بدونید که HBO برای یک قسمت از فصل دوم 15 میلیون دلار خرج کرده. به نظرتون کدوم قسمت ها بود؟ تو کامنت ها برام بنویسید. سراغ اصل داستان. به نظر من این فصل 3 محور اصلی رو پیش گرفته. یکیش انتقامه که شاید یه اتفاق خیلی وحشتناک تو زندگیشه که زندگیشو دگرگون میکنه و همونطوری که اگه برید فیلمو ببینید متوجه میشید که تو فصل دوم بیشتر به جای اینکه به بیماری بپردازه بیشتر به انتقام و حالا نفرتی که الی پیدا کرده میپردازه. حالا یه اتفاقی که افتاد اینجا HBO یه تغییر بزرگ نسبت به بازی داد. اون تغییر چی بود؟ این بود که تو خود بازی فقط داستان اصلی تو شهر سیاتل بود، ولی HBO اومد چیکار کرد؟ اون رو تو 3 شهر دسته‌بندی کرد. نکته دوم دوگانگی اخلاقی بود. یادتونه تو بازی مجبور بودید که با ابی بازی کنید. سریال اومد اینو جوری دیگه حل کرد. چیکار کرد؟ هر قسمت رو از دو زاویه روایت کرد. یعنی یه زاویه از دید الی بود، یه زاویه از دید ابی. حالا از دو زاویه مختلف. مثلا انگار که شما دارید 2 تا سریال مشاهده می‌کنید به جای یک. و سومیش عواقبی بود که تصمیمات جوئل به بار آورده بود. یعنی تصمیماتی که برای الی گرفته تو فصل اول، تصمیماتی که حالا دکتر رو کشت یا اون اتفاقاتی که افتاد، که اگه فصل اول رو ندیدید من تحلیل کاملش رو این بالا براتون قرار دادم. حتما سر بزنید و فصل اول رو ببینید. خب اما میریم سراغ بازیگرا و دستاوردهایی که به دست آوردن. پدرو پاسکال همزمان تونست 3 تا جایزه امی رو به دست بیاره. جالبه بدونید که پدرو برای فصل 2 دستمزدش تقریبا 3 برابر فصل اول بود و برای هر قسمت 1.2 میلیون دلار گرفت. بلا رمزی حالا اون یک پدیده جوانه که جزو گرانترین بازیگرای دنیاست. اون در گیم آف ترونز هم نقش آفرینی کرده و جوایزی که گرفته امی، به بافتا، کریستیس چویس، استرون اوارد و مهمتر از همه نیل دارکمنه که گفته
بلا رمزی حتی از خود نقش الی تو بازی هم بهتر این بازی رو انجام داد و بهتر نقش آفرینی کرد. و اما میریم سراغ بازیگرای فرعی داستان. ایزابلا مرسد در نقش دینا بود و استورم ری نقش مرموزی که HBO معرفیش نکرد و جفری رایت صدا پیشه نقش ایزاک که حالا خودش اومده تو داستان و تو سریال بازی میکنه و گابریل لونا در نقش تامیه که یه قسمت رو کامل بهش محوریت داده. این همه چیزی بود که در مورد سریال لاست آف آس فصل 2 شنید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتید کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و اون رو برای دوستانتون به اشتراک بذارید. همچنین دکمه زنگوله رو هم بزنید تا نوتیفیکیشنش براتون بیاد. حالا میخوام بگم که شنبه ها آتنا میاد با فیلم سینمایی پیشتون. پس حتما شنبه یه سر به یوتیوب و چنل ما بزنید. و اینم بگم که هر انتخابی که ما در زندگیمون میکنیم یه عواقبی برامون داره. پس تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.